ولی همیشه میخوام که در نزد مادرم باشم تا که مهر مادرم رو باز زیادتر بینم، ولی شرایط نیست. والدان فریزه زاییرова از هم جدا زندگی میکنند. نبود شرایط فریزه را که با برادرش زیر تربیه مادر بود به مکتب اینترنت آورد. اینجا منزل مادر فریزه در یکی از گوشه های پایتخت است. ایدیماه زاییرова که به میده فروشی زندگیش را پیش میبرد اقرار میکند که در چنین شرایط به وای رسیدن به آینده فرزندانش تاثیر منفی میرساند. از این خاطر پسر و دخترش را او به سرپرستی دولت داد. خونه در نداشتیم برای همون برده موندم شون. می ترسیدم در این شهر به تربیه میشه و کودک یک بیرحم میشه. گفتم می ترسیدم کیره نمیفوره کودکش. یک تصمیم اخیری مقامات امیدهای این عائله کمبیزاعت را به هم زد. اکنون طبق قرار حکومت کودکان کمبیزاعت را از یتیمخانه ها به دیگر مکتب ها و یا به خانه انتقال می دهند. پسری مکتب خانه ایدیماه را چند پیش از مکتب اینترنت راندند. این مادر میگوید بعد از این حادثه پسرش رو افتاده است و در دیگر مکتب خوندن نمیخواهد. آیا کمیش خوندگی امی کودک صنفی هفت شده نو بروردنش. شش ماشی دارم خیلی شرایط من کودک کنیگه کیسم. من زمستون خونه خواهرم بعد اینجا میرفتم. امسال روسیه رفتم من خیلی جای خود زمستون ندارم. مسئولین میگویند از روی یک قرار حکومت درباره محدود کردن فعالیت و من بعد خاتمه دادن تحصیل در مکتب اینترنت ها از این پس آنهایی که مثل فریزه صاحبی پدر و مادرند با وجود نبود شرایط یا نداشتن سرپرست نمیتوانند در یتیمخانه ها زندگی و تحصیل کنند. در مکتب اینترنتی شماره 1 پایتخت از 600 خواننده امسال تنها 300 نفر باقی ماند. وقتی که کودک در محیط در همون بین خوانندگان در مؤسسه‌های عمومی تحصیل میکنند الکی اون خودش رو یک عضو طبقه جامعه می‌یابد و خوانندگانی که در مکتب اینترنت ها تحصیل میکنند البته با تمام شرایط ها مهیا هستند از طرف حکومت و دولت. ما نیز طرفدار همون هستیم که کودک باید در محیط عائله با تعلیم و تربیت فرا گرفته شود. در تاجیکستان 73 یتیمخانه فعال است. تا این وقت چون کمک دولت به عائله های سرفرزند و کمبیزاعت نیز کودکان را به تحصیل و تربیت به یتیمخانه ها قبول می‌کردند. محصلین یتیمخانه ها 10,000 نفر حساب شدند. بنا به آمار 3 سال پیش از این تعداد فقط 300 نفر یتیم کل حدود 3,000 نیمه یتیم و باقی بی‌سرابان و از خانواده‌های نو دارند. گزارشگرانی که مسائل مربوط به کودک را در تاجیکستان پیگیری میکنند میگویند بجز از عائله‌های کمبیزاعت مادران تنها و خانواده‌های مهاجران مهنتی هم فرزندان خود را به یتیمخانه میسپارند. در من فعالیت کاری هم بسیار والدان رو واخوردیم که آورده یعنی کودکش را آورده در مکتب اینترنت میماند و خود برای کار کردن از تاجیکستان برآمده میرد. اینکه در یگان جا کاری دولت میکند بسیار میخواهد که کودکش در محیط اینترنت باشد. من در کاری دولت هم گفتم من روز شنبه و یک شنبه آمده کودکم را میگیرد. الکی وی نمیداند که کودک را چقدر از خود دور کنی همون قدر به ضرر اون والدان است. تحلیلگران مسائل کودک هم از یک طرف جانبداری در شرایط خانه به وای رسیدن کودک هستند ولی از طرف دیگر بر این باورند که مسئولیت دولت را بالای هر کودک نباید صرف نظر کرد. اگر همین خیلی به دست گرفتن چند اقدام ها برای خاطر منفعت کودکان آنها به عائله های خود برگردانده شوند این خطر زیاد شدن کودکان کارگر باز در بازارهای کشور را زیاد میکند. همچنین افزودن جنایتکاری در جامعه را زیاد میکند و حتی از احتمال دور نیست که باز طوری که 15 سال پیش در جامعه ما به بازار فحش جلب شدن کودکان نابالغ این حادثه ها هم از نو رو نزنند. زرنگز نوروز شاه، شادمانی یتیم، آزادی دوشنبه.